یه راز بزرگ توی تاریخ معاصر ما جا مونده. یه رازی که نه توی کتابای درسی نوشتنش، نه توی اخبار گفتنش. حتی خودشون هم شاید دقیق ندونن کجاست. یه ثروت افسانه‌ای. اونقدر بزرگ که باورش سخته. میدونی چقدر؟ بعضیا میگن به اندازه بودجه چند سال یک کشور. وایسا، منظورم طلاهای بانک مرکزی نیستا، نه. منظورم ثروت شخصیه. جواهراتی که فقط یک نفر میتونست بپوشه، حسابهای بانکی که اسمش توی هیچ لیستی نبود، ویلاهایی که توی بهترین نقطه‌های دنیا قایم شدن. حالا سوال اصلی اینجاست، این همه پول و جواهر آخرش چی شد؟ واقعا ناپدید شد یا داره جای مخفیانی میدرخشه؟ کی بردش؟ کجا رفت؟ و مهمتر از همه، آیا اصلا میشه پیداش کرد؟ امروز قراره با هم به یه سفر تاریخی بریم، نه به یه موزه، نه به یه کتابخونه. قراره بریم دنبال گم شده ترین گنج ایران. از همون جواهرات معروف فرح پهلوی شروع میکنیم تا حسابهای سوئیس، املاک سرشناس و دارایی هایی که مثل بخار آب ناپدید شدن. داستان این ثروت فقط داستان پول نیست، داستان قدرته، داستان فراره، داستان یه دوران کامل از تاریخ ما و قراره توی این ویدیو تیکه های پازل رو کنار هم بذاریم. پس تا آخر ویدیو با من باشید، چون چیزی که قراره ببینید شاید تکرار نشه. بیاین اول سراغ معروف ترین بخش این گنج بریم، همونی که همه توی عکس ها دیدینش، جواهرات فرح. این جواهرات فقط یه سری طلا و سنگ قیمتی نبودن، اینا نماد بودن، نماد قدرت، نماد ثروت و نماد یه سبک زندگی که حالا دیگه وجود نداره. اما یه سوال خیلی مهم، این جواهرات دقیقاً از کجا آمدن؟ خیلی هاشون یه هدیه نبودن، خرید بودن از معتبرترین جواهرسازی های دنیا. مثلا همین گردنبند الماس 150 قیراطی که فرح توی مراسم تاجگذاری پوشیده بود، میدونین ارزشش امروز چقدره؟ بیشتر از 20 میلیون دلار فقط برای یک گردنبند. و این فقط یکی بود. حالا حساب کنید دستبندهای یاقوت کبود و اون سنجاق سینه مشهور مروارید رو. بعضی کارشناسا میگن کل مجموعه جواهرات شخصی فرح اگه امروز حراج بشه ممکنه به صدها میلیون دلار برسه. اما ماجرا اینجاست که این جواهرات تا روزهای آخر مونده بودن تو ایران، نه؟ روایت‌های مختلفی وجود داره. بعضی شاهدان میگن بخشی از این گنجینه هفته‌های آخر با پروازهای خصوصی از کشور خارج شد. بعضی میگن توی صندوق‌های امنیتی کاخ‌ها مونده و اینجاست که اولین بخش راز شروع میشه. بعد از سال 57 این جواهرات ظاهراً ناپدید میشن. بعضی‌ها میگن توقیف شده، بعضی‌ها میگن مخفیانه فرستاده شده خارج و بعضی‌ها هم میگن حتی ممکنه توی همون کاخ‌ها جایی مخفی باشن که هنوز پیدا نشده. نکته جالب اینه که از اون به بعد هر از گاهی در حراجی‌های بین‌المللی تک و توک جواهری ظاهر میشن که شباهت عجیبی به جواهرات مجموعه فرح دارن، اما اثباتش تقریبا غیر ممکنه چون سند مالکیت واضحی در کار نیست. پس این اولین قطعه از پازل ماست، یک گنجینه شخصی با ارزش صدها میلیون دلار که مسیرش بعد از یه نقطه تاریخی محو میشه در حاله ای از حدس و گمان. و این تازه شروع ماجراست، چون جواهرات فقط بخش قابل مشاهده این کوه یخ بودن. حالا بریم سراغ بخشی که حتی از جواهرات هم مرموزتره، حسابهای بانکی سوئیس. اونجا که نه خبرنگار اجازه ورود داره، نه دادگاهی میتونه پرونده رو باز کنه. بهشت مخفی ثروت‌های دنیا. خانواده پهلوی مثل خیلی از خاندان‌های سلطنتی و ثروتمند اون زمان رابطه نزدیکی با بانک‌های سوئیس داشتن. اما نکته اینجاست، این حساب‌ها به اسم شاه یا ملکه نبود. معمولاً به اسم شرکت‌های بین‌المللی افتتاح می‌شد یا به اسم افراد واسطه‌ای که هویت واقعیشون هیچ جا ثبت نشده بود. پس ما دنبال یه اسم نیستیم، ما دنبال یه سیستم مالی پیچیده هستیم که مثل یه عنکبوت پول رو از ایران میگرفته و توی شبکه جهانی پخش میکرده. بعضی از این پول ها برای خرید املاک لوکس در اروپا استفاده میشد، بعضی ها برای سرمایه گذاری در کسب و کارهای خارجی و بخشی هم فقط مون توی حساب. سود مرکب میداد و آروم آروم بزرگتر میشد. حالا سوال اصلی،
این پولها چطور از ایران خارج میشد؟ راههای ظریف و قانونی اون زمان، مثلا از طریق قراردادهای شرکت‌های خارجی که برای پروژه ها در ایران می اومدن، یا خریدهای کلان نظامی و صنعتی که کمیسیون‌های سر به میلیون دلاری داشتند. حتی میشد از طریق صادرات فرش و خاویار هم پول رو جابجا کرد. فقط کافیه قیمت روی فاکتور رو با قیمت واقعی فرق داشته باشه. و اینجا یه راز دیگه هم هست. همه پولها برای شاه نبود. هر کدوم از شاهزاده ها، نزدیکان، مقامات بلندپایه، هر کدوم شبکه مالی خودشون رو داشتن. بعضی هاشون واقعا ثروتمند بودن، حتی بدون اینکه اسمشون تو رسانه ها بیاد. خب حالا تصور کن که چنین شبکه‌ای بعد از انقلاب ناگهان قطع بشه، صاحب حساب‌ها فرار کنن، واسطه‌ها ناپدید بشن، اسناد از بین برن. چی میمونه؟ حساب‌های خوابیده، حساب‌هایی که دهه‌هاست هیچ حرکتی توشون نیست، اما پر از پوله. بانک سوئیس هم طبق قوانینش تا صاحب حساب یا ورثه قانونی ثابت نشه چیزی رو فاش نمی‌کنه. بنابراین یه بخش عظیمی از ثروت خاندان پهلوی شاید همین الان هم در اعماق سیستم بانکی سوئیس خوابیده باشه، در انتظار یه ادعای مالکیت که ممکنه هیچ وقت نیاد. اما این پایان ماجرا نیست، چون پول فقط یه بخش قضیه بود. دارایی‌های فیزیکی هم بودن که سرنوشتشون شاید از پول هم عجیب تر باشه. ببینین اونجا دقیقاً همون شب تاریخی نه فقط یک خانواده که یه امپراتوری مالی در حال کوچ کردن بود. توی چمدون‌ها و صندوق‌های مخصوص نه فقط لباس که بخشی از تاریخ مادی ایران بسته می‌شد. طلاهای سکه، نقاشی‌های نفیس، دست‌نوشته‌ها، حتی اشیای شخصی با ارزش موزه‌ها. اما سوال اینجاست، همه ثروت رو میشد توی چند تا چمدون جا داد؟ غیر ممکنه. پس چی شد؟ 2 سناریوی اصلی وجود داره. اولی، پخش کردن ثروت بین نزدیکان و افراد مطمئن که بعداً بتونن خارجش کنن. دومی، سپردن به دست افراد خاص برای حفاظت در داخل ایران با این امید که روزی برگردن. هر کدوم از این شاهزاده ها یک مسیر جدا رفتن. بعضی با پرواز مستقیم به آمریکا، بعضی به فرانسه، بعضی هم به مصر، و هر کدوم به نسبت نفوذ و دسترسیشون بخشی از این دارایی‌های نامرئی رو با خودشون بردن. اینجا دیگه بحث فقط پول نبود، بحث اشیا و دارایی‌های فرهنگی بود که قیمت گذاشتن روشون سخته. و اینطوری بود که از دهه 60 میلادی به بعد تک تک اجزای این ثروت پراکنده کم کم در بازارهای جهانی سر درآوردن. یه جفت گوشواره الماس تو حراجی، یه مجموعه فرش تاریخی تو لندن، یه نقاشی قاجار تو نیویورک، هر بار هم با یه داستان مبهم. مالک قبلی ترجیح میده ناشناس بمونه. اصطلاح کلکسیون خصوصی یک مجموعه دار اروپایی، این عبارت همیشگی توی حراجی ها شاید معروف ترین پوشش برای فروش دارایی های تاریخی باشه. اما چه کسی میتونه ثابت کنه این مجموعه دار اروپایی کیه؟ هیچ کس. و پول هم که به حساب شرکت های سوری واریز میشه. این نقطه تراژیک ترین بخش ماجراست. یک ثروت ملی که شخصی شده بود، حالا در حال تبدیل شدن به کالای بی هویت در بازارهای جهانی بود. تکه تکه شد، پراکنده شد و هویت ایرانیش محو شد. اما تو این بین یه سوال بزرگتر هم هست. آیا همه این ثروت از کشور خارج شد یا ممکنه بخشی از اون همین الان زیر خاک ایران باشه؟ تا اینجا دنبال پولایی گشتیم که رفتن، اما حالا میخوایم سراغ احتمالی بریم که شاید هیچ وقت نتونسته بره، سراغ ثروتی که تو ایران مونده. بعضی روایت‌های قدیمی ترها رو شنیدین؟ میگن شب‌های آخر بعضی از کاخ‌ها شلوغ بوده، نه از مهمون، از جابجایی صندوق‌ها، نه به سمت فرودگاه بلکه به سمت انبارهای مخفی داخل خود محوطه. تونل‌های قدیمی، زیرزمین‌های ثبت نشده، حتی گورستان‌های خصوصی خانوادگی. و اینجا ما با یه افسانه شهری واقعی طرفیم، افسانه گنج دفن شده پهلوی. خیلی ها خنده‌شون میگیره، اما چند تا واقعیت رو بیان کنار هم بذاریم. اول، تعداد زیادی از خدمتکاران قدیمی کاخ‌ها بعد از انقلاب ناگهان صاحب املاک بزرگی شدن، یا بچه‌هاشون.
دوم، کاوش‌های غیرقانونی مکرر در اطراف کاخ سعدآباد و نیاوران که همیشه خبرش میاد. سوم، از همه جالبتر، خود فرحه. تو خاطراتش اشاره‌های مبهمی کرده به سپردن برخی از اشیا به اماکن‌های امن. اما این مکان امن میتونه کجا باشه؟ بانک سوئیس بود که گفتیم، اما بانک‌های داخلی هم بودن، صندوق‌های امانات خصوصی که مالکشون فقط یک نفر بوده. حالا فرض کنین چنین جایی وجود داشته باشه. فرض کنید پر از جواهر، سکه‌های طلایی دوره قاجار، اسکناس‌های خارجی، مجسمه‌های کوچیک طلا و شاید حتی اسناد محرمانه‌ای که تاریخ رو عوض میکنه. اینجا دیگه فقط پول مطرح نیست، یک آرشیو کامل از یک دورانیه که دفن شده. اما بیاین منطقی نگاه کنیم. اگه چنین گنجی واقعا تو ایران مونده باشه، 3 سرنوشت بیشتر نداره. یا هنوز دست نخورده اونجاست، یا سالها پیش کشف شده و مخفیانه خرج شده، یا توسط دولت بعدی کشف و ضبط شده بدون اینکه اطلاع عمومی داده بشه. ما توی این کشور بارها شاهد کشف گنجینه‌های تاریخی بودیم که قرن‌ها زیر خاک بودن. پس چرا یه گنجینه مربوط به 50 سال پیش نتونه هنوز مخفی بمونه؟ به خاطر همین این فرضیه همیشه به عنوان یک امکان مرموز تو ذهن تاریخ دوستان باقی مونده. و اینجاست که قصه به نقطه اوج خودش میرسه، نقطه‌ای که مرز بین واقعیت و افسانه محو میشه. اما قبل از اینکه بخوایم نتیجه گیری کنیم، باید یه سوال دیگر رو هم جواب بدیم. آیا اصلا کسی دنبال این گنج گشته؟ و اگه گشته چی پیدا کرده؟ خب به انتهای سفرمون رسیدیم، اما راستش یه جواب قطعی نرسیدیم. نمیتونیم بگیم همه ثروت ناپدید شد، نمیتونیم بگیم الان کجاست. شاید این هم بخشی از جذابیت این قصه باشه، یه معمای تاریخی که حل کردنش به این راحتی ها نیست. چیزی که امروز باهاتون در میون گذاشتیم فقط یک روایت از هزاران روایت ممکن بود. تاریخ همیشه چند لایه‌ایه. یه لایه ظاهری داره که توی کتاب‌ها میخونیم و لایه‌های پنهانی که توی سکوت آدم‌ها و دیوارهای خاموش باقی مونده. ثروت خاندان پهلوی هم دقیقاً همینطوره. اما بیاین آخرش یه نتیجه گیری شخصی بکنم. فکر میکنم این ثروت افسانه‌ای 3 مسیر کلی رفت. یه بخشیش رفت توی حسابهای مخفی و تبدیل به عددی توی کامپیوترهای بانکی شد. بخش دیگهش تبدیل به ویلا و ماشین و زندگی لاکچری برای وارثان دور و نزدیک شد. و شاید هم یه تیکه کوچیک ازش هنوز همونجاست، زیر خاک باغ‌های قدیمی، در انتظار یه بیل اتفاقی. ولی قصه ما فقط یه داستان درباره پول و طلا نبود. قصه ما درباره یک برش از تاریخ ایران بود. برشی که شاید خیلی از ماها فقط از دور شنیدیمش. حالا دیگه نوبت شماست. نظر شما چیه؟ به نظر شما بزرگترین قسمت این ثروت کجاست؟ شما چه روایتایی از پدر بزرگ‌ها، مادر بزرگاتون شنیدید؟ پایین توی کامنت ها برامون بنویسید. دوست دارم خونده بشه، بحث بشه، شاید حتی توی کامنت ها سرنخ‌های تازه‌ای پیدا کنیم. و اگه این داستان براتون جذاب بود، کاری رو انجام بدید که این قصه ها ادامه دار بشه. اول ویدیو رو لایک کنید تا یوتیوب بفهمه ما اینجا داریم چیزی مهم رو مرور میکنیم. دوم دکمه سابسکرایب پایینش رو قرمز کنید. با این کار به من میگید آقا دستت درد نکنه، ادامه بده. هنوز کلی راز نگفته مونده. و سوم زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. قراره با هم توی این کانال خونه‌ای برای تاریخ زنده ایران بسازیم. تاریخی که پر از رنگ، صدا و داستان‌های شخصی و البته رازهای حل نشده است. من قول میدم هر ویدیو یه دنیای تازه براتون باز کنه. ممنون که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی. تا بعد، خدا نگهدار.